با سلام خدمت دوستان عزیز، با یه فال درخواست دیگه در خدمتتون هستیم. فقط ابتدا خواهشاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید اگه میخواید ما همچنان با قدرت و انگیزه این کار رو ادامه بدیم و هر چند روز یک بار بتونیم براتون یک فال خوب و حرفه‌ای همراه با آموزش براتون داشته باشیم. این فال به نیت افرادی انجام میشه که درخواست داشتن میخوان کاری رو شروع کنن، اما از لحاظ مالی و شکست میترسند و نتونستن هنوز اون کار رو شروع کنن. صاحب فال تحت یک چشم نظر بسیار شدید هستش. افرادی هستن حسود و بخیل دور و بر شما که خواسته یا نخواسته شما رو چشم زخم زدن بهتون. به نظر من قبل از اینکه بخواید این کار رو شروع کنید یه صدقه کنار بگذارید. اما جای خوش ماجرا اینجاست که شما رو سوار بر اسبی میبینم که در حال تاختن. این نشون میده که شما با قدرت تو این کار پیش خواهید رفت و انشالله به موفقیت خواهید رسید. که خوبیش اینه که در کنارش یه اسلحه تفنگ بزرگ دیده میشه. علاوه بر تفنگ ببین که قدرت و هنر شماست و این قابلیت شما، پتانسیل شما تو این کار هستش. این بعد از شلیک که صدایی از خودش در میکنه، تا از اون موقع خیلی از خواب غفلت بیدار میشن، میگن دیدی فلانی چی کار کرد. منتها یه هشدار بسیار بزرگ وجود داره تو این کار. یه موش افتاده. موش یه فرد دزده، یه فرد خرابکار هست. حواستون به این فرد دزد و خرابکار باشه. افرادی که مطمئن نیستید، افراد غریبه که مطمئن نیستیم بهشون به هیچ وجه داخل کسب و کارتون راه ندید که عامل شکست میشن، عامل بدبختیتون میشن. این افراد نخاله رو به هیچ وجه نباید داخل کارتون راه بدید. تعداد زیادی عدد 8 افتاده. 8 نماد قدرت، اراده و عبور از ترس هستش. نشانه‌ای برای شروع کار مهم. اگه ابتدا با ترس و لرز و حتی قرض باشه، در حال کشف توانایی‌های خودتون هستید. شروع یک چالش هستش. میخواید یک کار رو شروع کنید اما از شکست و قضاوت‌های افراد دور و بریتون میترسید. در واقع اینکه پتانسیل خودتون رو پیدا کردید، به سمت موفقیت قدم خواهید برداشت و با یه چرخ و تکرار فراوان. اینجا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، شما در آینده نسبتاً حالا چند ماه تا یک سال بعد به آرامشی رسیدید، جوری که حتی سفرهای کاری با هواپیما، سفرهای هوایی در شما دیده میشه. و موقعی که به این وضعیت برسید، یعنی مطمئن باشید که به موفقیت رسیدید و تو به یه آرامشی درونی خواهید رسید، به اون چیزی که در واقع میخواد. از زوایای دیگه بررسی میکنیم. تعدادی عدد 3 افتاده و یک لنگر یعنی آرامش بعد طوفان. یعنی شما بعد از گذراندن یه دوره سخت و پر زحمت بالاخره به آرامش و یه درآمد پایداری خواهید رسید. 3 هم یعنی اینکه در مسیر پیشرفت و موفقیت خواهید شد به زودی، هنوز گرچه دیده نشده. زاویه رو وقتی عوض میکنیم، یک در واقع پرنده داخل تخمش دیده میشه. پرنده به معنای خبر خوب هستش، خبرهای خوب، خبرهای موفقیت که به یکی بهتون خواهد رسید. اما چون درون تخم مرغ هستش، تا این پرنده این تخم رو بشکنه و بزنه بیرون، یعنی صبر باید داشته باشید. صبر پیشه کنید که موفقیت با شماست انشالله.